به جای درست کردن دسرهای سخت تو مهمونیاتون میتونین یکی از این دو مدل دسر خیلی خوشمزه رو درست کنین. این دسرها علاوه بر این که ظاهر خیلی جذابی دارن، طعمشون هم فوق‌العاده است. تازه یه بافت لطیف و عالی هم دارن که قطعا خیلی خوشتون میاد. پیشنهادم اینه حتما یک بارم که شده امتحانشون کنین. برای دسر شکلاتی موزی، شیر، شکر و پودر کاکائو رو ترکیب کنید و بذارید روی حرارت. گرم که شد ژلاتین رو اضافه کنید و بعد از یک دست شدنش خامه گرم شده رو اضافه کنید و حرارت رو خاموش کنید. حالا تو مرحله بعد ترکیب شیر و موز میکس شده رو هم اضافه میکنیم و آخر سرم اگر دوست داشتید میتونید یه مقدار گردو اضافه کنید و داخل قالب بریزید بره تو یخچال. حالا برای دسر موز و بیسکویت، شیر داغ، بیسکویت پتیبور، موز، خامه گرم شده، شکر و ژلاتین رو اضافه کنید و میکس کنید و داخل قالب بریزید بره تو یخچال تا خودشو بگیره. برای جدا کردنش از قالب هم کافیه که کنارهاشو با کمک یک کارد از دیواره قالب جدا کنید. خیلی راحت هم برمیگرده. راستی تمام این ظروف پایه‌دار خوشگلی که واسه دسرها استفاده میکنم رو هم میتونید به آنلاین شاپ خودم سفارش بدین. امیدوارم درستش کنید و از طعمش نهایت لذت رو ببرید.